سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید همه چی، اپیزود دوم اگه اشتباه نکنم. امروز میخوایم راجع به ماتریکس صحبت کنیم بچه‌ها، همونطور که از سیسمون پیدا آقا میخوایم بگیم ماتریکس چیه دیگه، میخوایم توضیحش بدیم، چند تا مثال بزنیم تو زندگی خودمون، زندگی هممون، و بهتون بگیم ماتریکس چیه، چون خیلیاتون نمیدونید. یعنی خیلیاتون ما مثلا استوری میذاریم از ماتریکس، مثلا میگید یعنی چی از ماتریکس خارج شو، یعنی چی؟ میدونی سوال همه است. و خب گفتیم اینو بیایم بگیم بهتون، با چند تا مثال بگیم، چون بازم برید راجبش بخونید بازم متوجه نمیشید. یعنی چیزی که راجبش نوشته شده توی جای مختلف خیلی پیچیده است و خیلی ساده. گفتیم اینو بیایم توی اپیزود واسهتون بیان کنیم و بهتون توضیحش بدیم دیگه. امیدوارم که مفید بوده باشه، یعنی مفید باشه این اپیزود براتون. محسن امری داری بگو، یه صحبتی نه، بکن من بچه‌ها. فقط یه سلامی بکنم به دوستان عزیز. روزتون بخیر. همین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بسیار صحبت عالی. خاصی ندارم. صحبت خاصی نداره دوستان عزیز، بفرمایید. متاسفانه. چیو بفرمایم؟ شروع کنیم. منتظر شروع کن. صحبت‌های گرم شما. عجب. با اون عینک زیبات. آقا به عینک من چی کار داری؟ بچه بگید، خدا وکیلی بگید تو کامنت ها عینک من گاده مگه نه؟ خیلی اونی که عینکو میگه گاد نیست. خب بفرمایید. آقا شروع کن. تو به نظرم تو این یه بار تو زمینه شروع کن. بیشتر اطلاعات خفنی داری به نظرم. نه، میخوای تو شروع این سری من میدون رو میدم دست تو شروع کنی، من لابلاش میام صحبت میکنم. آره این سری میدون میخوام دست پربار من. بیام. اوه. اوکی آقا. کار مادر مثالهای مختلف ماتریکس میخوام براتون بیام. آره برو. خب ببین تو اوکی میریم جلو. دوستان عزیز، اگه بخوام خیلی ساده بگم ماتریکس، ببین اگه بخوام ساده بگم باید فیلم ماتریکس رو دیده باشید. خب اگه ندیدید همین الان برید ببینید، این ویدیو رو پاز کنید، برید ویدیو فیلم ماتریکس رو ببینید. یکش هم ببینید کافیه، یه دونش هم ببینید کافیه. برید ببینید، بعد بیاید دوباره ادامه پادکست رو ببینید. ببینید دقیقا تو فیلم ماتریکس اگه دقت کرده باشید یه سری آدمو میفرستن توی فضای دیگه‌ای که یه سری کارا رو انجام بدن. درست میگم محسن؟ بله. یه سری مأموریت میدن بهشون، میفرستنشون توی فضای دیگه و اون مأموریت رو باید انجام بدن. حالا من اینجوری خیلی ساده میگم که باز چیز نشه، زیاد پیچیده نشه، متوجه نشن بعضیا. و یه سری افرادی که اونا رو میفرستن به اون مأموریت دارن کنترلشون میکنن، به یه دستگاهی وصلن. این واقعیت مجازی دیگه، ایستی تو مایا به دستگاهی دنیای شبیه سازی آره شده است دیگه. آفرین یه دنیای شبیه سازی شده است دقیقاً، یه سیمولیشنه. و اینا میرن مأموریت انجام میدن و حالا شکست بخورن کشته میشن. درسته؟ تو اون دنیا آره تو اون دنیا کشته کشته میشن، به چخ سگ بیار. و اون دنیا چی هست اگه بخوایم بهتون بگیم؟ ببینید خیلی ساده، یه مثال خیلی راحت بهت میزنم. تو هر روز صبح از خواب بیدار میشی. من مثلا مخاطبای خودمون که حس میکنم رنج سنیشون پایینه، مثلا مدرسه میرن، دانشگاه میرن و اینجوریان معمولا. هفته صبح بیدار میشی، میری مدرسه، اونجا داره درس میخونی، یه سری قوانین داره اونجا، قطعا باید قوانین رعایت کنی. میای خونه، ناهار میزنی، یا همون مدرسه ناهار میزنی، میای خونه یه ذره استراحت میکنی، دوباره باید درس بخونی، بعد یه ذره تفریح میگیری میخوابی، دوباره هفته صبح مدرسه، خونه، ناهار، شام، خواب. هفته صبح مدرسه، خونه، ناهار، شام، خواب. ببین این یعنی چی؟ یعنی تو توی یه لوپ گیر کردی، هر روزت عین دیروزته. یعنی این یعنی که تو گیر کردی توی یه لوپی که هی داره تکرار میشه. این یعنی ماتریکس.
یعنی تو وارد یه شبیه سازی شدی که باید ازش خارج شی و این داره روی تو تأثیر میذاره، تو داری شبیه بقیه میشی. میدونی؟ تو داری خودتو شبیه بقیه میکنی با این قضیه. هر جا اشتباه میکنم محسن بگو اوکی بگو. تو داری همرنگ دیگران میشی. میدونی؟ و این همرنگ شدن با دیگران خوب نیست. میدونی چرا خوب نیست؟ چون امکان پذیر نیست اصلا. تو نمیتونی تفکرات دیگران رو داشته باشی. یعنی ما هممون عین هم نمیتونیم فکر کنیم، ما هممون عین هم نمیتونیم رفتار کنیم، ما هممون عین هم آیکیومون 100 نیست، ما هممون عین هم قیافمون شبیه هم نیست. میدونی؟ ژنتیکمون اینا اصلا نمیشه و باید اینو شکست، باید این دیواره رو شکست، باید این ماتریکس رو شکست و ازش خارج شد. حالا چجوری ازش خارج میشیم بحثش شده، فعلا داریم توضیحش میدیم. من اینجوری میتونم توضیح بدم محسن، با من ادامهشو بیا دیگه، بریم راجبش تو یه مفصل حرف بزنیم. ببین خب تا اینجا که گفتی درسته، دقیقا یه چیزیه که هی تکرار میشه دیگه، توی مثلا یه فضای قرار گرفتی، روز به روز داره، هر روز داره این تکرار میشه. خب آره. و تو به مرور دیگه اینو میپذیری. خب یعنی شرایط رو میپذیری دیگه، عادت یه میکنی. عادت میشه. آره. آره یه روزمره میشه برات. مثلا صبح باشی بری مدرسه، سرکله بزنی با معلم، با بچه‌ها، استرسای تکراری، حرفای تکراری. آره. بعد ارزم به حضورت که دوباره بیای خونه درس بخونی، یه استرس تکراری داری تو خونه، فردا رو باید چیکار کنم. ببین اصلا کلا این تکرار میشه دیگه. خب بعد فکر کنم بهترین مثالی که براش میتونیم بزنیم تو این مدارسه، یعنی تو زمانی که دانش آموزیم هممون، یا دانش آره. آموزی که آره هم هست. بهترین مثالشه. آره. آره و خب اکثرا هم فکر کنم اینجور شرایط، یعنی این شرایط رو فکر کنم تو سالهای آخر بیشتر متوجه بشن. یعنی هر چقدر میره بالاتر، سنش میره بالاتر، بیشتر متوجه میشین. و عرضم به حضورت که میخوای با مثال بزنم، فکر کنم بهتره مثال بزنم. ببین با مثال فقط میشه توضیحش داد، با هیچ چیز دیگه ای نمیشه توضیحش داد، مگه اینکه خب بذار مگه اینکه کسایی که ماتریکس رو دیدن فیلمشو مثلا راجبش فیلمش صحبت کنیم. میتونیم راجب فیلمش هم صحبت کنیم. خب ببین الان خب فیلمش که چجوری بهت بگم، خود حالا فیلم که داشت توضیح میداد اصلا ماتریکس چیه، داشت میگه یه شبیه سازی شده است، یه دنیای کامپیوتری شبیه سازی شده است. آره. خب که حالا همه افراد دارن یه کاری انجام میدن، خودش فیلمش هم همه اکثرا فیلم ماتریکس رو دیدن آره دیگه. دیگه اون شخصیت کسی نیست. منفیه مثلا 2 میلیون از اون بود، همه شبیه هم، همه یه آره جور، همه همه عین هم. شبیه هم. آره دیگه همه دیگه دیدن ماتریکس رو طبیعتا. آره قطعا یه بار رو دیدن همه. قشنگترین فیلمیه که واقعا به نظرم حالا میگم مثلا ساخته شده. ماتریکس آره قشنگترین فیلمی که شاید ماتریکس مثلا میگم بعضیا از دو تا دید میتونن بهش نگاه کنن، یه دید تخصصیه تو فیلم خورد میشن، یه دام فقط جهت تفریح وقت گذروندن فیلمشو میبینن که آره برای وقت گذروندن هم خدایی قشنگه. خیلی قشنگه واقعا، چیز فیلم درجه یکیه. آره قشنگ. خلاصه بگم با مثال بگم که بچه ها متوجه بشن. خب آره بریم. خودم رو مثال میزنم، کسی رو مثال نمیزنم. من خدا رو شکر همه مشکلات و فشارها و چیزایی که کشف نشده تو سال 12 آخر سال مدرسه هم کشف کردم. تو همه ویدیوام همه آره چی هر چی دیگه. گفتم 12 هم بوده. آره تو همه جا صحبت کردیم راجبش. آره عرضم به حضورت که خب سال آخر دبیرستان اصلا من این چیزا رو متوجه شدم. یعنی ببین تو ذهنم نه چیز به اسم ماتریکس وجود داره. خب یعنی اصلا نمیدونستم ماتریکس چیه. خب اندروتیتی یا افراد شبیه اندروتیت اون موقع نبودن. یه فکر نه کنم یکی دو سال این ترند شده این افراد. ببین ولی متوجه میشی دیگه، ببخشید میونه حرفت، ببین اوکی متوجه میشی دیگه. مثلا تو اگه واقعا یه انسان عادی نباشی، یعنی آیکیوت میانگین نباشه، یه ذره بیشتر باشه، یه ذره ها یه کوچولو باهوش باشی، یه ذره چی بهش میگن خاص باشی، واقعا میفهمی. حالا نه اینکه بفهمی ماتریکس اسمشو کار ندارم، میفهمی اینکه یه چیزی هی داره تکرار میشه تو زندگیت و این بعد یه مدت خسته کننده میشه. میدونی این یه آره جوریه، مثلا تو حس میکنی که زندانی، نمیتونی بیای بیرون، گیر کردی. بعد میدونی خودت میفهمی اینو،
جدی اینو خودت میفهمی، اصلا به فیلم و نمیدونم کتاب و اینا کار ندارم. نه یه ذره باهوش باشی خودت میفهمی که باید یه حرکتی بزنی که خارج شی ازش، یه کار دیگه بکنی. مثلا میدونی من کلا چیز نمی کردم، اصلا قوانین مدرسه رو رعایت نمی کردم. موهاتو فلان جور بزن، من میگفتم آقا من اینجوری میزنم، دوست دارم اینجوری بزنم، مشکلی داری دیگه حالا حلش میکنیم دیگه. ببین من اصلا رعایت نمیکردم هیچی و توی مدرسه، توی زندگی روزمرم همش میخواستم از اون فضایی که حس میکردم هی داره تکرار میشه خارج بشم، چون حس میکردم توی قفسم و هی یه نفر دیگه داره دقیقا. به من میگه این آره کارو کن، اون کارو کن، اون کارو کن، این کار درسته، اون کار غلطه. من تو کتم نمیرفت، چون ببین من باور دارم که هیچ درست و غلطی وجود نداره، هر چیزی که از نظر خود من مثلا درسته کار درستیه. ممکنه اون کاری که از نظر من درسته از نظر محسن غلط باشه، پس هیچ درست و غلطی وجود نداره. واقعا خیلی عجیبه. خب عرضم به خدمتتون که سال 12 من به این چرخه تکراری پی بردم. میگم حالا اون موقع نمیدونستم مثلا خارج بشین، اصلا نمیدونستم. خب یهو خیلی اتفاقی، خب مثلا یهو به ذهنم زد، فکر کنم مثلا من حالا قبل از اینکه جریاناتو بفهمم خیلی عادی مثل یه آدم عادی صبح به صبح پا میشدم، صبحونه میخوردم، میرفتم مدرسه تا ظهر، سری میزدم با این با اون، خونه، ناهار، خواب، درس، دوره خواب، صبح پاشو برو. این چرخه همینجوری داشت مثلا میچرخید دیگه، اینجوری تکرار میشد دیگه. خب یه 2 ماه 3 ماه که گذشت شارخ، من یه دفعه دیدم گفتم what the fuck، چرا همش داره تکرار میشه، چرا یه چیزی کسل کننده داره برام میشه. مثلا آره من هر روز قیافه های افسرده بچه ها رو میدیدم، هر روز فکر کن تو مثلا هر روز یه چیزی ببینی دیگه، خب خسته میشی به مرور دیگه. خب اوکیه دو بریم. تک دیگه میگه ماتریکس اون اتک زد و یه سری آره ماتریکسی الان تو اتاق. برو بریم. آره خلاصه داشتم میگفتم یو وات فاک، چرا همه چی داره تکرار میشه، هر روز دارم قیافه داغون بچه‌ها رو میبینم، هر آره روز حرفای تکراری معلم‌ها رو دارم میشنوم، استرسای تکراری رو دارم هر روز میبینم. بعد گفتم، بعد من با خودم فکر کردم، خب بعد می‌بینی که خب این باز تکراری، باز زمانی که داشت تکرار میشد افسرده‌ام داشت میکرد. خب چون خسته شده بودم نمیدونستم بعد چی کار کنم. خسته میشی. نشستم آره با دقیقا. خودم نشستم با خودم فکر کردم، گفتم که خب ببین محسن، این چرخه که داره تکرار میشه تو بعد از بیای بیرون یه کاری کنی، بعد بیای بیرون. خب اون چیزی که خودت دوست داری رو انجام بدی. عرضم به حضور بود اونجا بود که دیگه کم کم من اصلا مدرسه رو ولش کردم. خب چون واقعا برام خسته کننده شده بود، تکرار 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 تکرار. بعد مثلا به هر کم میگفتم آجی میخندید، باور نمیکرد، مثلا بابا این یعنی چی، ما همه چیون داره تکرار میشه. یکی میگفت زندگی همینه دیگه، غیر این اگه بخواید فکر کنی دیوونه ای، زندگی همه ما همینه. گفتم آخه منطقی نی، تو هر روز یه استرسی رو بکشی، هر روز یه حرفی رو بشنوی، هر روز یه کاریو بکنی، این منطقی نی. خب جالبه اصلا واقعا. ببین دقیقا همون حرف ویدیویی بود که برای چند وقت پیش فرستادم، گفت که به دنیا میای، بزرگ میشی، درس میخونی، چه میدونم دانشگاه میری، سر کار میری، میمیری، هیچ کاری هم نکردی، نه تفریح کردی، نه اون چیزی که دوست داشتی و دنبالش رفتی، نه دنیا رو گشتی. نه دنیا رو گشتی. دقیقا. خلاصه که به خودم اومدم گفتم که اوکی بعد از این چرخه خارج شم. حالا چجوری؟ اون موقع به ذهن من زد که مدرسه رو بپیچونم. خب آفرین. گفتم دقیقا. مدرسه رو میپیچونم. گفتم خب حالا من اگه مدرسه رو بپیچونم باید کنارش چی کاری داشته باشم، نمیتونم که مدام تو خونه بشینم تو این اینستا و تیک تاک و یوتیوب بچرخم که. گفتم که خب بیام یه شغلی راه بندازم برای خودم. خب که اگه بعدا خانواده گفتن چرا مدرسه رو میپیچونی، می نشونش بدم آقا مثلا من کار میکنم، درس ترجیح نمیدم دیگه، ترجیح میدم کار کنم. خلاصه چی گفتم بذار اول کارمو فیکس کنم بعد مدرسه رو میپیچونیم. خلاصه دیگه ما کارا رو فیکس کردیم و یواش یواش از مدرسه اومدم بیرون. یعنی دیگه میپیچوندم یا میرفتم سر کلاس میگرفتم میخوابیدم، از کلا خودم از اون فضای دور میکردم. خب
بعد ارزم به حضورت که خلاصه بگم آره من سال 12 فهمیدم که آقا وضعیت اینجوریه، این اصلا درست نیست، خب منطقی نیست. بعد خب من کارمو شروع کردم و حالا خوب بود بد نبود، شکست خوردم تو کارم دوباره، 1 سال بیکار بودم و خلاصه بگم که دوباره فیکسش کردم، ولی خب کلا درس رو ول کردم شارخ دیگه، کلا 12 هم تموم شد. آره دیگه، اه، همین جوری گفتم پیش که میره. آره گفتم آقا من از این آدما نیستم که بگم اوکی باشه قبول میکنم اینجوری زندگی کردن، متاسفانه من اینجوری نبودم و خب خیلی‌ها قبول کردن تو اون مدرسه‌ای که بودیم ولی خیلیا من قبول قبول نکردم. میکنن. ببین اصلا آره. این یه چیز طبیعیه، ببین طبیعی شده، یعنی ام. انگار که جز طبیعته که تو مثلا آره. به قول خودت به دنیا بیای، بری مدرسه، همه جای دنیا، اصلا ایران کار ندارم، به دنیا بیای، نه همه جای بری دنیا همینه. مدرسه، بری دانشگاه، بری کارمند شی، سر کار بری، بعد یه خونه ساده، یه ماشین ساده هم داشته باشی، یه تشکیل خانواده ریزی هم بدی و بمیری. این میشه چی؟ این میشه زندگی عادی و معمولی یک انسان معمولی. خب درست میگم؟ آره دیگه درست. خیلی عادی و معمولی. ببین خب خیلی ها به معمولی راضین، تو نمیتونی بگی چرا راضیه طرف، میدونی؟ خیلی ها همینجوری زندگی میکن، خیلی هم تعدادشون زیاده، خیلی تعدادشون زیاده. و برای همین نمیگن دیگه، حالا اینو کلمه برای همین میگن 99% و 1% دیگه، آفرین، قضیهش آره برای همینه. آفرین. ببین خیلی عجیبه. من مثلا یه سری حرفایی که توی این اینستاگرام، یه سری دیالوگا، یه سری کوتایی که هست مثلا به یاد میسپارم، بعد اونا رو مثلا معمولا تو حرفام استفاده میکنم. یه سری جاهایی که استفاده میکنم، رفیقا، فامیل، همه میگن بابا این که مثلا حرف ریلزای اینستاگرامه، مثلا اینا که ریلزای انگیزشیه که اینا مثلا آره مثلا ریسک کن، تا ریسک نکنی موفق نمیشی، تا مثلا فلان، اینا که حرفای کلیشه‌ایه. میگم خب اوکی حرف کلیشه‌ایه، تا حالا فکر کردی بهش که درسته؟ ممکنه درست باشه؟ تا حالا به این فکر کردی؟ ببین اصلا همینه دقیقا. برای همین میگم خیلی چیزه، نمیتونی همه رو راضی نگه داری، نمیتونی تفکر همه رو نمیشه تغییر داد. خود یارو باید مثلا نه متوجه این قضیه خودش باید بشه. بخواد. آره خودش باید بخواد که قبول کنه مثلا حرف درست غلط، بخواد فکر کنه. ببین 1 ثانیه به حرفات فکر کنه کاملا متوجه میشه. 1 ثانیه بره گذشته خودشو، همین دیروز خودش، امروز خودشو که داریم مثلا با هم دیگه صحبت میکنیم، بره نگاه کنه، میبینه ای من صبح این کارو کردم، دیروزم که صبح همین کارو کردم، پریروزم صبح همین کارو کردم، پس پریروزشم صبح. خب آقا این یعنی چی؟ این اشتباهه. ببین ما تعیین نمی‌کنیم اشتباه ها، از نظر ماتریکس این اشتباهه. یعنی تو باید عادی رفتار کنی که ماتریکس رو راضی نگه. حالا یه سوال اینجا پیش بیاد محسن، ماتریکس کیه؟ چیه؟ دولت، مردمن، خودتی، کیه؟ من میدونی نظرم چیه؟ صاحبان قدرت، حالا هر کسی میتونه باشه. باریکلا، صاحبان قدرت. و این صاحبان قدرت، ببین تو هر زمینه ای بری هست. من یه دونه مثال دیگه اینجا بزنم. داروسازی، داروخانه، داروهای قرص، مثلا بگیم چه میدونم ژلوفن مثلا. صاحبان قدرت کار به دولت مولت اینا ندارم، یه کاری میکنن تو استرس بگیری، یه کاری میکنن سردرد بگیری، بری قرص بخری، ژلوفن مثلا، استامینوفن، بخوری سردردتو خوب کنی. اینا همش ماتریکس دیگه. ببین بذار اینجوری بهت بگم، ماتریکس اسم دیگه مافیاست. شنیدی میگن دقیقا. مافیای دارویی، مافیای آفرین ده. گوشی، مافیای قاچاق، مافیای دلار، مافیای صرافی. این همون اسم دیگهش میشه ماتریکس و خیلی توضیح قشنگتری داره. مافیا خیلی چیزه، میدونی، انگار که مثلا
گنگسترن، مثلا اون پشت صحنه 4 تا گنگستر نشستن، سیگار برگ و اینا دارن مثلا یه چیزی رو کنترل میکنن میچرخونه. نه اینجوری نیستش اصلا. نه این چیزی که ماتریکسه. اون نشون میده. آره ماتریکسه بچه‌ها و باید اینو درستش کنیم. باید درستش کرد واقعا. یه مثال بهتر هم میتونیم بزنیم چی؟ مثلا دولت یک کشور جوری وضعیت اقتصادی رو خراب میکنه که مردم به قول ناچار میشن که رو بیارن به بانک‌ها و وام بگیرن. خب همین وام گرفتن شارو باعث کلی استرس میشه، باعث کلی ترس میشه، خب باعث کلی ناامیدی میشه. خب اینجوری میتونن رو تسلط پیدا کنن. خب کنترلت میکنن دیگه. آفرین. آره مثلا تو دیگه کل زندگیت میشه استرس قسط، میدونی آفرین. نمیذارن تو پیشرفت کنی. خب همین این خودش کنترل دیگه. آقا کاری میکنن که تو استرس بگیری نتونی پیشرفت کنی. مثلا بگی به خودت بگی که بابا من کل قسط دارم، آینده چی فعلش بذار فعلا همینجوری بگذرونیم تا آینده. خب یعنی یه کاری میکنم باهات که دیگه آقا تو به آینده هیچ امیدی نداری، همین حالو فعلا میگذرونی بره. خب آره دیگه دقیقاً. دولت‌ها به نظر من خود ماتریک خب و صاحبان قدرت، دولت‌ها معمولا زیر دست همینان دیگه. خب ولی خب میگم یه دولت مثالش هم به نظرم بذار میونه حرفت، ببین دولت اجازهشو صادر میکنه، خودش دستشو به خون به قول خودمون آلوده، خودش دستشو کثیف نمیکنه، نه اجازهشو صادر میکنه برای صاحبای قدرت که برن یه همچی کاری بکنن. دقیقا. آره میگم با این کارشون باعث میشن که آقا روی حالا بذار بگم خودمون روی ماها تسلط پیدا کنن. خب که مثلا چه میدونم اون انگیزه که برای آینده داریم ما بین ببرن و خب طبیعتا هم 90% مواقع موفقن. جواب میده. آره. خب آره یعنی تو یه نفر رو یه شخصی رو تو اوج ناامیدی میبری، غرقش میکنی، دیگه آره. روش راحت تسلط پیدا میکنی. خب یعنی دقیقا به نظر من کار دولت همین، یعنی نذارن اون چیزی که میخوان و ملت دست بیاره مردم به دست بیاره. بعد خب به نظر من این میتونه ماتریکس بشه، این مثالی از ماتریکس بشه. آره. و این که میگم باید اون 1% میتونن از این شرایط بیان بیرون و خارج بشن. حالا یه عده فکر نکنم مثلا ما داریم میگم ماتریکس خارج شو یعنی که برو نمیدونم فلان کن، برو میلیاردر شو تریلیاردر شو. نه این همچین چیزی نی. تو اون چرخه رو بتونی ازش بیای بیرون تمومه. آفرین. آره. تو از اون چرخه بیا بیرون زندگی تو بساز. ببین حالا من از نمیگم الان ماتریکس خارج شو که اصلا یه بحث مفصله. بعد میدونی معنیش هم به قول خودت این نیستش که تو داری راهتو اشتباه میری، باید مثلا نری مدرسه، باید نری دانشگاه، باید مثلا کسی بالا سرت نباشه، باید بیزنس خودت راه بندازی. ببین این بایدا وجود داره، خب هست، ولی نمیتونی انجامش بدی، به خاطر اینکه تو یه سری جاها مجبوری خودتو توی ماتریکس بندازی که بعدن بتونی ازش خارج بشی. ببین آقا آره دیگه تو درست. الان نمیتونی بگی من مدرسه نمیرم، خب تو باید بری مدرسه، باید سواد چی بهش میگم بیسیکو داشته باشی. حاجی یه دونه ویدیو داشتم میدیدم محسن، یه خب یوتیوبره میره مدرسه آمریکا. خب فکر کنم دیدی ماتریکس داره اتک میزنه. ماتریکس چقدر اتک میزنه دن سرویس ها بکش بیرون. درست شد. آره ببین یه ساعت میبره، ساعت عقربه ای، خب میبره خب مدرسه، یوتیوبر هم هست، ویدیوش هم هستش تو یوتیوب میتونید سرچ کنید. میره مدرسه ساعت رو میگیره به یارو نشون میده، میگه بخون بگو ساعت چنده، مثلا ساعت 3. خب ساعت 3، عقرب کوچیک رو 3، عقرب بزرگ رو 12. بعد 3 ظهر مثلا. یکی میگه 9:30، جدی ها. یکی میگه 5:30، یکی میگه ساعت 12:35 است، یکی میگه 12:15، یکی میگه ببین یک نفر فقط میتونه بگه ساعت 3.
یعنی ببین وضعیت چقدر داغونه، این فاجعه است. ببین تو باید بری مدرسه، باید یه سوادی داشته باشی، میدونی، باید یه چی بهش میگن، به یه سطحی برسی که بتونی مشکلاتتو حل کنی. خب این مدرسه بایدیه، ولی اگر دیگه ماتریکس اون اتک نمیزنه بقیه ویدیومونو بگیر. بریم. حرف تو یادت مون دیگه. بله بله. بگو ادامه بده. بگو. ببین داشتم میگفتم که باید بری مدرسه. این اصلا یه چیز خیلی واجبیه. تو باید بری مدرسه. یه سری مشکلاتی، ببین آقا مدرسه چی کار میکنه؟ خود مدرسه کار به مدیر و ناظم و معلم، خود مدرسه، کتابم کار ندارم، خود مدرسه یه سری مسائل و یه سری مشکلات رو میذاره جلو پات، میگه حلش کن. تو توی مثلا سن 16 سالگی 15 سالگی باید بتونی یه سری مشکلات رو حل کنی. توی مدرسه یه سری مشکلات مربوط به مدرسه رو باید بتونی حل کنی، چون اگه بیای وارد دنیای واقعی و دنیای بیرون بشی و نتونی حتی دماغتو بکشی بالا، فاتحت خونده است. نمیتونی سروایو کنی، نمیتونی به بقا، نمیتونی زندگی کنی. پس ببین مدرسه اینو به تو تو رو یعنی یه جورایی تو رو وادار میکنه که یه سری مشکلاتی که افتاده جلو پاتو حل کنی. درست میگم؟ ببین دقیقا درسته. ببین کسی نمیگه مدرسه اشتباهه یا مدرسه نباید بری. اونی دقیقا. که میگه نباید بری و باید به شک کنی. خب آره آره. ببین مدرسه اصلا من کاری به، حالا به قول خودت، کاری به کتابا و کادر مدرسه نداریم. خب آره. مدرسه یه چیزایی که یاد میده بهمون که خب همه کسی بهمون یاد نمیده. خب یکی آداب رفتار تو اجتماع، زندگی کردن، به قول تو یه سری مشکلات جلو میذاره باید حلش کن. اینا خیلی خوبه. با اون سطح عالیه. سوادی که باید برسیم هم بعد آره حالا آفرین. کمک میکنه. خب اینا خیلی خوبه. ولی اگه کسی بهتون میگه ماتریکس خارج شد، دلیل بر این نیست این مدرسه رو باید ول کنید. نه، این اشتباهه. شما باید به اون سطحی که باید برسید، به قول معروف بعد اوکی بشید، بهش برسید. خب میگم دقیقا درسته. کسی بهتون بگه که نه نباید مدرسه برید، نباید درس بخونید، اینا کس شعر محض. آره اینو چرت و پرت. ببین بیشتر منظور از این که از ماتریکس خارج شو اینه که ببین اطرافت داره چه اتفاقی میفته. خب از اون منطقه امنی که واسه خودت ایجاد کردی خارج شو. بیا بیرون ببین که داره چه اتفاقی میفته واسه، یعنی توی زندگی داره چی میگذره. حواست باشه. میدونی حواست باشه داری به همه ی حرفای بالا دستید میگی چشم. حواست باشه داری هر چیزی رو تو زندگیت قبول میکنی. هر اتفاقی که میفته واسه تو داری میگی بهش قسمته. بذار بیفته، سرنوشتمه. ببین حواست به اینا باشه. این یعنی ماتریکس. این یعنی که تو تسلیم ماتریکس شدی و این اشتباهه. تو نمیتونی با این حرکت، با این کاری که داری انجام میدی، نمیتونی به موفقیت برسی تو زندگیت. موفقیت یعنی چی؟ یعنی تمام کارهایی که توی این دنیا وجود داره رو بتونی با یه بشکن انجام بدی و بهش برسی. که لازمه چیه؟ لازمه سلامتی خیلی زیاده، لازمه پول، لازمه تفکر خیلی زیاده، لازمه یه هوش، یه ذریب هوشی بالاه، یه آیکیو بالاه. و تو باید خودتو رشد بدی. تو وقتی تو ماتریکسی نمیتونی خودتو رشد بدی. چرا؟ چون داری به هر چیزی که سر رات قرار میگیره میگی چشم، میگی اوکی، باش کنار میای، میگی سرنوشت، مشکلاتت حل نمیکنی، ازش میگذری. و این خیلی بده، این خیلی بده. نباید بذاری همچین اتفاقی بیفته. نباید بذاری تو زندگیت همچین اتفاقی بیفته. دقیقا درست و صحیح. خب چه بگوییم بریم دیگه؟ چی سراغ بگیم؟ اندرو تیت که صحبتهایی راجع به ماتریکس انجام دادن این دوست عزیز. و اصلا فاوندر که نمیشه گفت، کاشف ماتریکس دیگه اندرو تیت. آره فکر دیگه. میکنم اولین نفری که اومد جلوی دوربین و توهین، که حالا نه، پته یه سری از افراد ریخ رو آب، اندرو تیت بود که بعدم رفت زندان به خاطر این قضیه و بعد معلوم شد که بیگناهه و آزاد شد.
و این بشر فکر کنم یه 5 باری رفته زندان، جدی، و هر 5 آره همین بارم بوده. معلوم شده که بیگناهه. آره دیگه بالاخره به نظر من اندروید تک تنها کسی بود که شهامت همچین حرکتی رو داشت و اومد و انجام داد. حالا چرا یه سری روش کارت گرفتن و نمیدونم، و اینکه دلیل منطقی هم نمیارن. یعنی تو عملا به هر کسی بگی آقا اندروید اومده همچین حرفی زده، بابا داداش اون خودش ماتریکسه، داره شما رو خر میکنه، نمیدونم فلانه. آره ولی به نظر من اندروید تنها کسی که تونسته خیلی رو نجات بده، خیلی رو. به شخص خودمونو، من، خودمون به جفتمون شخص تو. آره. بیدارمون کرد واقعا. من هیترش بودم، محسنم قشنگ آیا یادش، من هیترش بودم. یعنی میگفتم که این یارو میره جمله های معروف یه سری کتابا رو میاره تو پادکست میگه، بعد معروف شد، الکی معروف شد. بعد رفتم اون موقع فقط این اینستاگرام میدیدمش و مثلا حرفاشو اونجا میشنیدم. بعد یه رفتم یوتیوب باز کردم، دیدم یه پادکست با یه بنده خدایی گرفته که یادم نیست الان اسم یوتیوبر رو، با یه یوتیوبر پادکست گرفته، نزدیک 20 میلیون ویو خورده. پادکست هم فکر کنم الان برای مثلا 1 سال پیشه. بعد گفتم یعنی چی 20 میلیون ویو؟ کم نیست واقعا. هست. رفتم باز کردم از اول تا آخرش دیدم 3 ساعت پادکست بود. اونجا بزرگترین تغییر دقیقا 1 سال پیش بود فکر کنم. اونجا دقیقا. بزرگترین تغییر زندگیم رخ داد و من بیدار شدم و مدیون اندروتیتم این بیدار شدنم، یعنی ممنونم ازش واقعا. دقیقا. بعد خب منم میگم خیلی جالب مثلا اندروید تو یهو دیدم. حالا بعد اون جریانی که برات تعریف کردم گفتم الان سال 12 آخر م. قضیه‌ای که با متوجه شدم، خب اندروید 1-2 سال بیشتر نیست فکر کنم توی اینستا ترند شده، خب تو فضای مجازی کلا. یعنی قبلش مثلا نیدم همچین شخصی و همچین کسی به در مورد ماتریکس و اینا حرف بزنه. میگم منم آره خیلی اتفاقی اندروید که ویدیوش دیدم، همون اولین ویدیویی بود که راجع به ماتریکس صحبت میکرد. بعد من اومدم گفتم که پس اون چیزی که من فهمیدم اسمش ماتریکسه. آفرین، آره آره منم دقیقا هم اتفاق افتاد برام. بعد گفتم که خیلی جالبه که من خیلی زودتر از این قضیه که ویدیو بیاد بیرون رو متوجه شدم. خب م. بعد مثلا پنج ریخته و گفتم که اینو چجوری فهمیدم، درکش کردم. بعد من خب یه چیز جالب بگم، من اصلا فیلم ماتریکس هم اون موقع ندیده بودم. اصلا نمیدونستم چی. من یه دفعه مثلا همچی چیزی اومد بگم تو ذهنم و فهمیدم این چرخه تکراری و بعدش بیام بیرون و با اندروید آشنا شدم و اوه داستان چیه و این فرد چه کسی است که خیلی کمک کرد عملا. منو بیدار کرد، شاروخو بیدار کرد، خیلی رو بیدار کرد، خیلی هم خیلی رو همچنان بیدار کرد، خوابن خیلی و هم که نمیخوام من لالا بکنم. کردن. ببین یه موضوعی راجع به هیترها بگم بهت. ببین هیتر هر کسی، هر زمینه‌ای، تو هر رشته‌ای، تو هر موضوعی هیتر وجود داره. خب نمیتونی هم منکرش بشی و باید بهش اهمیت ندی. و یه چیز جالب راجع به هیترها بهت بگم. ببین تو هیچ وقت، هیچ کجا، تو هیچ موضوعی، تو هیچ زمینه‌ای یه هیتر رو نمیبینی، یه هیتر رو پیدا نمی‌کنی که از من نوعی داره بهتر عمل میکنه تو زندگیش. تو یه هیتر بیار اینجا به من نشون بده که داره از من یا از اندروتیت یا از محسن بهتر عمل میکنه تو زندگیش، یعنی کارش بهتره. امکان نداره. درست میگم؟ ببین دقیقا هیترها معمولا کسایی هستن که سطحشون پایینه دیگه. خب مثلا ببین میدونن نمیرسن به اون طرف یا به اون شخص یا به ما، حالا خودمون رو مثال میزنم، مثلا نمیرسن فشار میخورن آقا، میان میگن خب ما که نمیرسیم که، خب بریم فلانی رو حداقل تخریب کن. یعنی عقدهشون رو آفرین، میان خالی میکنن. انرژی خب منفی بدیم بهش. انرژی منفی بدیم. آفرین. همین انرژی منفی باعث میشه شاید رو طرف تاثیر نداشته باشه ولی رو جو مخاطبای طرف تاثیر بذاره. اصلا تاثیر خب میذاره، چه بخوای چه نخوای. ببین نها کن، اون توی ویدیو قبلی هم گفتیم، توی ویدیو مشکلات پسرا، ببین تو این متنی میخونی، یارو فوش داده بهت، خب متن رو میخونی، یعنی اصلا همین جوری فقط داری یه متن خیلی ساده رو میخونی،
بعد میخندی میگه خب به درک که مثلا یه همچین چیزی گفته، میگی به درک ولی رو ناخودآگاه تأثیر گذاشته و تو خودت هم اینو نمیفهمی. ببین این میمونه من بیام بشینم کنار محسن هی بهش بگم تو به درد نخوری، تو آشغالی، تو به درد نخوری، تو آشغالی، تو به درد نخوری، تو آشغالی، همین جوری بهش بگم. محسن هر چقدرم که بخواد میتونه بی تفاوت عمل کنه، بگه به درک که تو همچین چیزی رو میگی، ولی روی ناخودآگاهش تاثیر میذاره و به هیچ عنوان اینم خودش نمیفهمه. یعنی ببین اینقدر قدرت کلمات زیاده، قدرت کلمات، کائنات، کارما، اینا همه واقعیه، اینا همه واقعیه و انقدر زیاده انرژیشون که شما اصلا نمیتونید تصور کنید. پس باید حواسون باشه به دیگران چی میگیم. ببین آقا این خیلی مهمه، واقعا مهمه. دقیقا درست. خب نشتی میگفتی اندرو تیتو. آره اندرو تیت اولین کسی بود که اومد گفتش که این ماتریکسه و تو برای خارج شدن از ماتریکس باید ببینی داری چی کار میکنی، از منطقه امنت بیای بیرون، از اون دایره امنی که واسه خود تشکیل دادی بیای بیرون ببینی چه خبره. بعد که میای بیرون متوجه میشی که چقدر مشکل هست که باید حلش کنی، چقدر مشکل هست که باید حلش کنی. و اولین چیزی که میگه اینه که باشگاه رو شروع کنید، باشگاه بدنسازی. میبینی دیگه هی میگه go to the gym. آره توی هر یه پاراگرافی که حرف میزنه یه کلمه go to the gym هست، جدی هست، جدی برید ببینید هست. قشنگ یه پاراگراف صحبت میکنه این وسط میگه go to the gym. چرا؟ ببین خیلی میگذرم میگه یعنی چی go to the gym، یعنی چی برو باشگاه برم چیکار کنم، چه اتفاقی. ببین باشگاه اصلا کار ندارم بدنت رو فرمه، رو فرم نی، چاقی، لاغری، سلامتیت اوکیه، اوکی نیست، نمیدونم میخوای رژیم بگیری سخته، اصلا کار ندارم. ببین همین که تو باید یه چیز جدیدی به زندگیت اضافه کنی که یاد بگیری، همین یه چالش بهت میده. تو باید یه چیزی رعایت کنی که خیلی سخت رعایت کردنش و این رعایت کردن به دیسیپلین میده. یعنی دیسیپلین یعنی چی؟ یعنی تو یه کاری انجام میدی ولی دوستش نداری، عاشق اون کار نیستی، ولی یه جوری انجامش میدی که انگار عاشق انجام دادن اون کاری، ولی داره عذابت میده، داره خیلی پین بهت میده، خیلی دردناک اون کار. مثل باشگاه رفتن. ببین تو میری باشگاه، الان من خودمو بخوام مثال بزنم، من واقعا باشگاه میرم اصلا خوش نمیگذرونم. یعنی اصلا تایمی نیستش که بگیم داره خیلی خوش میگذره، وای داریم با بچه‌ها تمرین میکنیم، را پارتی که نرفتیم، رفتی باشگاه. و این خیلی توی زندگی من تأثیر گذاشته به عنوان کسی که 3 سال 4 سال سابقه تمرینی داره. باشگاه واقعا تأثیر گذاشته رو من و اینکه من باید هر روز یه برنامه غذایی رعایت کنم. هر روز، حالا من یه روز در میون میرم باشگاه، یه روز در میون باید برم باشگاه. تو هر حالتی که هستم، دپرسم، خسته‌ام، ناراحتم، بیحالم، باید برم باشگاه. این خیلی منو قوی میکنه و همین قوی شدن من و دونستن یه سری چیزا و تجربه کردن یه سری سختی‌ها و حل کردن اون سختی‌ها و کنار اومدن با اون سختیه باعث میشه که تو از اون ماتریکسی که واسه خود ایجاد کردی خارج شی. یعنی سریع ترین راه اینه که بری باشگاه و از اون ماتریکس خارج شی. سریع ترین راهش اینه. برای همین اندرو تیت پشت سر هم میگه go to the gym go to the gym go to the gym، برو باشگاه. سریع ترین راهش اینه بچه‌ها و جدی بگیرید این حرفو، یعنی خیلی مهمه. اصلا اصلا آقا ریدم تو سلامتی، ریدم تو ورز، ریدم تو بدن، اصلا ریدم تو زیبایی، ریدم تو تناسب اندام. یه مثال ساده میزنم. تو حالت بده، عصبی، به جای اینکه بری مشت بزنی تو صورت یه نفر دیگه، میری دمبل بلند میکنی، سنگین کار میکنی، به بدن خودت آسیب میزنی، خب که روح تو به آرامش برسونید. و این خیلی جوابه، خیلی جواب میده. اگه بخوام خیلی عمیق توضیحش بدم اینجوریه.
قبول داری حرفمو محسن؟ آره کاملا درست و منطقیه. آقا از ماتریکس خارج چی؟ تو چیزی داری از اندرو تیت بخوای اضافه کنی؟ بخوای صحبتی کنی من راجبش؟ والا همین که گفتی گو تو جیم، ام. دقیقا یه ویدیو داشت مثلا داشت میگفت که نمیدونم، اتفاقا استوریش کردم خیلی وقت پیش، میگفت ناراحتی برو باشگاه، ناامیدی برو باشگاه، ولت کرده برو باشگاه، نمیدونم، میگفت برو باشگاه. آقا اصلا کلا دیالوگ اندروتید به قول شما تو هر یه دونه بند از جملهش باشگاهه. برو دقیقاً. باشگاه، برو باشگاه. و این تاثیر داره. حالا من باشگاه نمیرم، چرا دروغ بگم، من ورزش قبلا میکردم، الان داره گشاد شدم، ولی خب قولم دوباره شروع کنم. اندروتید تاثیر گذاشته رو. مثلا آره. من قبلا ورزش میکردم، باشگاه نمیرفتم، ورزش میکردم، فوتبال بازی میکردم، ام. واقعا تاثیر داشت مثلا تو زندگیم. خب اه، خیلی تاثیر خوب. مثلا هر موقع عصبی بودم فوتبال کمکم میکرد، زود آره میکردی آفرین. میکشیدیم و میکشیدیم و فوتبال کمک میکرد و اون عصبانیت منو خالی میکرد. خب بعد اینکه میگم واقعا، حالا ورزش نمیگم باشگاه، ورزش کردن خیلی تاثیر مثبتی روی روحیه آدم میذاره. خب و به نظر من توی دردم کاری میکنه که تحملت بره بالا. آفرین. خب عالیه یعنی واقعا. یعنی من انقدری که زانوم تو فوتبال به فاک رفت، الان دیگه درد زانو خیلی بهم فشار نمیاره، از بس که تو فوتسال تو در و دیوار رفتیم. آره. آره ولی میگم خب اصلا کلا حرفای اندروتید به نظر من 99% درست. خب حالا اون یه ببین درصدش هم چرا درسته؟ میتونی بگی، میتونی توضیح بدی چرا درسته؟ والا چجوری بگم آخه، ببین اه، نمیدونم چجوری بگم آخه، حرفاش درسته، یه چیز منطقیه، چجوری بگم آخه، توضیح بهت بدم. ببین خیلی جالبه که اگه دقت کنی پادکست ها رو، معمولا با کسایی پادکست میگیره که مثلا طرف کلن، یا من دیدم دیگه مثلا یکی از پادکست های خیلی معروفش اینه که نشسته اون وسط دورش 200 تا دختره مثلا، آره بعد راجع به مسائل، راجع به رابطه برابری جنسیتی، راجع به همه چی صحبت میکنه. اهمیت پول توی زندگی دخترها چجوری، اهمیت پول توی زندگی پسرها چجوریه و همینجوری صحبت میکنن با هم دیگه. و این چیزی که داریم میگیم 99% حرفاش درست داره، از کجا میشه فهمید؟ ببین از اینجا میتونی بفهمی که من الان یه حرفی به محسن مثلا میزنم، میگم محسن تو مثلا به عنوان مثال به عنوان مثال محسن تو مثلا داری با سیگار کشیدن مثلا زندگی تو به چخ میدی، ترکش کن. بعد یه محسن کفری میشه. یعنی متوجه چی؟ حرفت شدم. یعنی اون فشاری که رو طرف میاد بابت حرف حق منظورت دیگه. آفرین. آره ببین واقعیت رو به طرف اوکی. میگی یهو کفری میشه. یعنی چی؟ نه برو بابا چی میگی؟ این یعنی که داری درست میگی، 100% حرفت درسته. و پادکست های اندروتیت رو نگاه کنید، همه دارن داد و بیداد میکنن، داد میزنن سرش و میگن که نه تو اینجوریه، این اینجوری، من به عنوان یه مثلا پسر اینجوری هم، من به عنوان یه زن فلانم بهمانم. حالا برید ببینید خودتون اگه خیلی دوست دارید که راجبش اطلاعات کسب کنید و بشناسید اندروتیتو، میتونید پادکستاشو برید ببینید، واقعا جذابه، واقعا جذبتون میکنه، اصلا ماتتون میکنه. اینجوری بگم زل میزنی یه چیزی میفهمی تو پادکست که اصلا هشماتون میریزه، به اینجوری بگم واقعا. میگم اندروید واقعا تاثیر مثبتی رو زندگی ما و اونایی که حالا طرفدار اندروید گذاشته. خب یعنی الان من مثلا خودمو میگم، اندروید باعث شد که سمت کارهای چرت و پرت زیاد نرم، کارهایی که هیچ دردی نمیخوره توی زندگی نرم. خب تمرکزتو یعنی نذاری روش. آره این بیشترین اولویتم شده، چجوری بگم، آینده و ثروت. خب الان نمیگم مثلا تریلیاردر شم و نه، ثروت، چه از لحاظ ذهنی چه از لحاظ مادی. خب این برای من تو اولویته. خب
و میگم خیلی تاثیر زیادی گذاشت اندروید رو من، چه تو نظم زندگیم، چه توی کارم، چه توی چه چشمام جذاب در شدی. چشمام درد گرفت. من بهت میگم نزن. آه. میگم اندروید تو همه چی من تاثیر گذاشت، اخلاق، کارم، زندگیم، اهدافم و همه چی تاثیر گذاشت اصلا. آره یه جوری شده بود چارو که من مثلا میخواستم برم بیرون کار کنم، یه ذره طرف میرفت رو مخم باش کل کل میکردم. چی میگی تو خودت یه مدت آقا بالا سر بودی بالا سرت، این بله چشم دلیلش گو بودی. چیه؟ چی؟ ببین خیلی جالبه این قضیه. ببین تو وقتی میری برای کسی کار میکنی، برای کسی کار میکنی نه، ببین منظور حرفم اشتباه برداشتم، برای هر کسی نه. ببین تو مثلا کارمند، بذار اینجوری خیلی راحت تره. تو میری کارمند یه شرکت میشی، خب اون شرکت یه سری قوانین، یه سری روتین کاری داره، بهت میگه که فلان کارو اینجوری انجام بده، فلان کارو اونجوری انجام نده، ما قبول نداریم ام. اونجوری. این یعنی آره چی؟ این یعنی داره آگاهی تو، استعداد تو و هوش تو رو محدود میکنه، محدود میکنه تو سطح خودش. یعنی هوش و آگاهی اون کارکنای اون شرکت یا حالا مدیر اون شرکت اینجاه، هوش تو اینجاه. یه کاری میکنه که تو بیای همین توی سطح قرار بگیری. این اشتباهه، نمیذاره تو خلاقیت خودتو تو کار نشون بدی، دستتو باز نمیذاره، میگه آقا این درسته این غلطه، کار غلط رو انجام بدی اخراج میشی. این یعنی ماتریکس. تموم شد. دقیقا. من یه اشتباه نکنم اسم بازیش ویکتور بود، یه همچین بازی بود. آره وکتور وکتور یا آره ویکتور، یه آره. همچین چیز ویکتوری. دقیقا همین جوری بودا. دقیقا آفرین. همین جوری بود که طرف آوردن توی یه شرکتی به زور با همون قوانین، با اون حرفا میخواستن کنترلشون کنن که آره. همشون خب بودن دیگه. یه نفرشون فرار کرد، آقا اون اندروتیته. خلاصه بگم وای راست میگی. جدی بگم، اون مثلا اینجور بازی ها یا اینجور گیم ها یا اینجور ویدیوها اون موقع شاید میخواستن ما رو آگاه کنن. خب مثلا شاید آره ماها نمیفهمیدیم، مثلا من خب اون بازی رو بازی میکردم دیگه. خب مثلا فکر میکردم مثلا داره طرف یه چیزی فرار، ولی نمیتونم چی داره فرار میکنه. خب من یعنی نمیفهمیدیم. مغزم به این بود که طرف بازی پارکوره، به اسم این آفرین داشتم آره بازی. آره آره گفتم مثلا داره پارکور بازی کنه، چه میدونستم یارو داره مثلا اونجا فرار میکنه. آره. اون عینکه رو، کلاه بود یا عینک بود، ور میداره مثلا. میگم خیلی چیزا میخواست آگاهمون کنن، ولی خب یه میگم به قول گیم ما دیگه هم نمیفهمیدیم. هست اینساید، دو این بعدیه، سایت. فکرم دیدی. آره خب. اونم اون که اصلا دیگه خیلی دارکه، اون بخش دارک ماتریکس رو به نمایش میذاره تو بازی. واقعا اونم گیم خفنیه، واقعا بازی جالبیه. سیستم عامل خفنی هم نمیخوام میگم، بازی دو بعدیه، میتونید تجربهش کنید راحت. اونم میگم قسمت دارک ماتریکس رو نشون میده، خیلی هم دارکه. فکر کنم همون بازی بود که روی استریمش بازی کرد، روی استریمت بازی کردی. آره 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 آفرین. موضوع مربوط به آخری رو 2 سال پیشه ها. میگم. ببین خیلی چیزا بوده که میخواستن آگاهمون کنن، خب ولی خب متوجه نمیشدیم. خب ولی خب میگم اندروید تیت بالا شاید با حرفاش تونست آگاه کنه ما رو. خب آره و اینکه خب خلاصه به نظر من حرفاش منطقیه، چون خیلی رو فشاری میکنه خیلی آره. و این خیلی رو. و میگم به نظر من تنها کسی که حق داره به من بگه ماتریکس خارج شو قبول خدایی. دارم. من قبول دارم. حرفاشو قبول دارم. میگم بازم میگم رو ببین هیچ زندگی ما انسانی تاثیر البته گذاشت. آره تاثیر میذاره قطعا، ولی هیچ هیچ انسانی انسانی چی؟ چیز نیستا، کامل نیستا. یعنی نه بالاخره نه اشتباه داره، بالاخره ما نمیگیم ببین صد همه درصد ما، حرفای اندرو مثلا درسته. میگم منم گفتم 99% حرفاش درسته. آره خب 100% هم نگفت. ببین همه ما بالاخره، من تو اون یا هر کسی اشتباه داریم. یعنی هیچ کس کامل نی، بی عیب نیستش. درسته اگه اشتباه نکنم، بی آره بی عیب عیب نیست. خب بالاخره هممون یه عیبی داریم، حالا چه تو رفتارامون، یا هر چیزی، بالاخره تو هر چیزی یه عیبی داره. ولی خب میگم 99% حرفای این بشر درسته، چه خودش چه برادرش.
آخ آره حالا تریستن هم واقعا برادرش هم بگیم دیگه. برادرش که واقعا نمونه، یعنی ببین اگه برادر دارید، اگه داداش دارید، خب و مثلا ازش برید بپرسید جدی، به شوخی ها برید بپرسید مثلا آقا من اگه یه روز بیفتم زندان چی کار میکنی؟ اگه دید... اگه دیدید عین تریستن گفتش که منم میام باهات زندان، اون مثلا چه من 5 سال قرار بری زندان، منم میام 5 سال پیشت مثلا اتاق کناری یا تو اتاق خودت اون 5 سال میگذرونم، اگه اینو گفت جدی دستشو ببوسید، جدی میگم. یعنی انقدر تریستن اصلا نمیدونم انگار انسان نیست، یه جوریه، خیلی عجیبه. حالا همچین کسی رو ندیدم اینقدر فداکاری کنه، اینقدر حرفای حق بزنه، اینقدر حواسش به یه نفر دیگه باشه. میدونی فکر کن مثلا از زندگی خود بزنی یا از زندگی خودت نزنی اصلا، آقا 100% زندگی خودت، 100% هم زندگی یه نفر دیگه داداشت. واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. خب نمیخوای یه مثال از خودت بزنی جمعش کنیم ویدیو رو دیگه طولانی نشه؟ ببین من آره میتونم یه مثال بزنم کجا فهمیدم که تو ماتریکسم، اینو میتونم مثال بزنم. من 11 بودم، 12 هم نه، 11 بودم، مدرسه غیر انتفاعی، 12 هم انتفاعی بود. مدرسه غیر انتفاعی دیگه چی بهش میگن، اسمش رو یادم رفت. آقا پول میدادیم به مدرسه چی بهش میگفتن؟ شهریه. آه ریدم. شهریه دیگه نزدیک 15 به بالا بود دیگه هر سال. بعد اونجا بود که یوهو توی اتاق توی کلاس نشسته بودیم، معلم ریاضیمون اومد. معلم ریاضیمون پیر بود، خیلی هم پیر بود و واقعا هم معلم خفنی بود، واقعا خفن بود. اومد نشست اونجا و گرفت خوابید. بعد ما اینجوری چرا بلند نمیشه درس بده؟ به درک که درس نمیده، بریم چیز کنیم، بریم چرت و پرت بگیم، بخندیم، کلاس رو بذاریم رو سرمون. گرفت خوابید یه دفعه. بعد یکی از بچه‌هامون، منم نه، یکی از بچه‌هامون رفت دوتا زد رو شونش، گفت چی شده و اینا. گفتش که هیچی، چیز خاصی نیست، برو بشین بچه و فلان اینا. خیلی بامزه بود، خیلی باحال حرف میزد، خدایی خیلی مرد خوبی بود. بعد هیچی، یه دفعه بعد از مثلا بهت بگم کلاسمون هم 1 ساعت و نیم اینطورا بود، یهو بیدار شد. آخرای کلاس بیدار شد، گفتش که یه جمله ای گفتش اگه درخت سیب میخواید بکارید اندازه درخت سیب بهش آب بدید، اگه درخت کاج میخواید بکارید اندازه درخت کاج بهش آب بدید. همه خندیدن. چی میگی بابا، چی سوس میگی؟ چی چرت و پرت میگی؟ برو بابا. من نخندیدم، من تنها کسی بودم که نخندیدم، چون فهمیدم چی میگه. ببین میدونی انقدر اه، من هنوزم همینم، واژه اوورثینکر، کسی که بیش از حد فکر میکنه، من هنوزم همینم، یعنی تو ذهنم خیلی فکر میکنم. من اون موقع به فکر فرو رفتم، گفتم خب این یا بچه‌شو انقدر بهش بها داده که ولش کرده، یا زنش ولش کرده. یکی ولش کرده، یکی که انقدر بهش بها داده، به قول خودش انقدر بهش آب داده، از تو زندگیش رفته، برای همین اینجوری ناراحت بود، خیلی ناراحت بود. من اونجا اومدم به خودم گفتم که من با بقیه فرق دارم. همون تیکه‌ای که همه خندیدن من نخندیدم. گفتم من با بقیه فرق دارم، من بالغ‌ترم. یعنی من انگار سنم بیشتر بود. ببخشید. نه انگار میری. انگار که سنم بیشتر بود و بیشتر از بقیه مسخره می شدم، بیشتر از بقیه تحقیر می شدم و اصلا روم تأثیر نمیذاشت. خیلی جالب بود، اصلا روم تأثیر نمیذاشت، واسه مهم نبود. از همون سن، از همون کلاس 11. بعد اومدم بیرون مدرسه،
دیدم که همه بچه‌ها نمیدونم با ماشین فلان و فلان و فلان، غیر انتفاعی بود دیگه، همه اکثرا وضعشون خوب بود، با ماشین چاستی بارن فلان میان دنبال این دنبال پسرشون، آی قربونت برم بی بریم کلاس چطور بود فلان، مدرسه چطور بود، اینا میرفتن خونه. من پیاده، چون خونم نزدیک بود دیگه، پیاده میرفتم بالا، سر خیابون بود خونم، میرفتم بالا و میرفتم تو خونه ناهار میزدم، یه ذره میخوابیدم و شروع میکردم گیم زدن، نه درس میخوندم نه هیچی. اون موقعم 2 تا 2 خیلی بازی میکردم، 2 تا 2 بازی میکردم. صبحش دوباره رفتم مدرسه. خب صبحش رفتم مدرسه، یه دفعه یه صحنه خیلی خفن دیدم. دیدم که رفیقم وایستاده تو راهروی مدرسه و داره گریه میکنه. خب داره گریه میکنه، رفتم پیشش گفتم what the fuck چی شده و فلان اینا. گفتش که هیچی، وضعیت زندگیمون به چخ رفت و خونمون به چخ رفت و ماشینمون به چخ رفت و اینا. من بابا مهم نی، اب نداره فلان اینا. رفتیم بیرون، رفتیم مدرسه رو پیچوندیم، رفتیم بیرون، نشستیم پارک روبرو مدرسه، صحبت کردیم، انقدر صحبت کردیم تا آخر اون کلاسی که تا آخر اون تایمی که مدرسه تمام میشه نشستیم صحبت کردیم. ببین این داستان زندگیشو به من گفت، زیاد کشش ندادم، داستان زندگیشو به من گفتش اینجوری شده اونجوری شده اونجوری شده. رفیقم نبودیم، اصلا رفیق نبودیم، آخرام بعدش هم رفیق نشدیم حتی. بعد من گفتم آقا دنیا که به آخر نرسیده، یه فکری بکن، یه حرکتی میتونی بزنی، یه کاری میتونی خودت انجام بدی تو این وضعیت، میتونی یه کمکی به خانوادت بکنی، تو هم جزئی از خانواده ای دیگه، میتونی یه حرکتی بزنی، اب نداره چیز نشد، دپرس نشد. بعد یهو دیدم حرفم روی تاثیر گذاشت، تو کمتر از 5 دقیقه حرف من بولشتی که من گفتم روش تاثیر گذاشت. بعد اونجا بهم ثابت شد که درسته، طرز فکر من، طرز صحبت من درسته و اینجا غلطه، این مدرسه غلطه، کارمندای مدرسه غلطه، دانش آموزا غلطن. میدونی منظورم چیه؟ یعنی من مثل اونا نیستم، من یه جور دیگه، میدونی یه جور دیگه ام، یه جور دیگه فکر میکنم، یه جور دیگه رفتار میکنم، با مشکلات یه جور دیگه برخورد میکنم، با آدما یه جور دیگه. و خیلی این جالب بود، این خیلی جالب بود که من اینو متوجه شدم. و یه چیز جالبم اینجا بگم، ببین من به هیچ عنوان قضاوت نمی‌کردم هیچ کسی رو. ما چند تا افغانی داشتیم، افغانستانی به قول خودمون، توی چیز کلاسمون چند تا ترک داشتیم، اینا لهجه داشتن، حالا به هر دلیلی با بقیه فرق داشتن و من با اونا رفیق بودم. ببین هیچ کس با اونا رفیق نمیشد، من باهاشون رفیق بودم، چون اصلا واسه مهم نبود که یارو چه شکلی قیافش، لهجهش چه شکلی، چه جوری صحبت میکنه، خنگه، باهوشه، نیست، مثل من هست، مثل من نی. میدونی تفاوت دیگران رو چی بهش میگن، قبول میکردم و باشون کنار میمدم و باشون رفیق میشدم. اونجا بود که فهمیدم ای مدرسه، کارکنای مدرسه، حتی دانش آموزا یه کاری میکنن که میخوان تو رو شبیه خودشون کنن. درست میگم؟ ببین توی هر کلاس، توی هر مدرسه ای یه سری دسته، یه سری اکیپ هستن که همه رو مسخره میکنن، همینجوری الکی دیگران رو میارن پایین که خودشون رو بیارن بالا. من هیچ وقت تو اون دسته نمیرفتم، هیچ وقت. میفهمیدم که تو این کارو فقط به یه دلیل انجام میدی که میخوای بقیه رو شبیه خودت کنی، که همه عین تو فکر کنن، همه عین تو رفتار کنن، همه عین تو یه کاری انجام بدن. اونجا بود که من متوجه ماتریکس شدم و دقیقاً هم یادم 1 ماه بعدش باشگاه رو شروع کردم. از مدرسه که 3 تعطیل می شدیم میرفتم باشگاه، خیلی ایزی میرفتم باشگاه، بعد میرفتم خونه، نمیرفتم خونه اصلا. خیلی جالبه، خیلی جالبه که متوجه این قضیه میشی و
انگار که تازه زندگیت شروع میشه از اون تایم. دقیقا. از اون تایمی که متوجهش میشی انگار تازه داری زندگی میکنی. خیلی جالبه. بعد مثلا میگم شاید حالا توی سال 11 مثلا به همچین تفکراتی که رسیدی با کسی صحبت میکردی توی مدرسه؟ نه، چون هیچکس نمیفهمید اصلا منو. هیچکس منو نمیفهمید. دیگه منم همین مشکل داشتم. من مثلا تعریف میکردم براشون، گفتم آقا من یه چیز خیلی رک بهتون میگم، تکراری نشده برات هر روز صبح پاشید بیاید اینجا مثلا الکی استرس بکشید وای شنبه فلان امتحان دارید، تو الان یک شنبه از شنبه هفته دیگر استرس داری از الان، هر آفرین. روز آره. اون تکراری. گفتم خدایی خودتون خسته نمیشید؟ مثلا فشار روتون هست دیگه همینه دیگه، بعد بگذرونیم دیگه، چیکار کنیم، کاریش نمیتونیم آفرین. بکنیم. آره همین. یا مسخرت گفتم که میکردن. چی میگی؟ چی چی چرت و کسی پرت میگی؟ به خدا چی همینجوری میگی؟ میخندیدن. خب مثلا آره. میخندیدن به من، گفتم بابا من بخونم که چی بشه، احمقید به خدا، الکی هم خودتون رو اذیت کن بابا، بخون همینجوری نمره قبولی بگیرید برید بابا، حوصله دارید، خودتو داری پاره میکنی. میخندیدن. مثلا میخندی. بالا تمسخر میگفتن خب مثلا خب خودت چیکار کنی، مثلا تو که نمیخوای بخونی، آره آره. خیلی کار هست، تو میتونی بری کار کنی، بیزینس را بندازی. مثلا من بهشون گفتم بیزینس دارم، چرا باور نمیکردن، میخندیدن. مثلا من شاپ دارم، فروش دارم، مثلا اون موقع مثلا ماهی 1 تومن درآمد داشتم. خب مثلا من ماهی 1 تومن درآمد دارم، خرج نتمو خودم میدم، چه میدونم خوراکیامو خودم میخرم، گیمامو خودم باور نمیکردن. چه معلومه. کسشر میگی؟ چرا باور کنن وقتی تمام زندگی طرف رو داره ننه باباش کنترل میکنه؟ چرا باور خدا. کنن؟ گفتم داداش من مثل تو نیستم، من تفکرم مثل تو نیست، تو تفکرت اینه که I am بخونی. better. آره. من هوملندر. من آره بودم تو تفکر اینه که صبح پاشی بیا اینجا بگی بله استاد، چش استاد، با حالا خایمالی یا با چه خاری نمره رو بگیری و دقیقاً. مدرک تو بگیری و حالا یه کار پیدا کنی بیمه داشته باشه، بیمه کارمند. مثلا من موقع حقوق کارمندی حقوق 10 تومن بود دیگه، گفتم من به این 10 تومن راضی نیستم، بعد کیو ببینم؟ اما گفتم ما رو مثلا برو درس بخون ادامه، بودم با درس به چه درد من بخوره آخه؟ درس کجا کمک میکنه مثلا تو حقوق من؟ مثلا چرا یکی به دکترا بگه اشاره مثلا 1 تومن 2 تومن موقع فرقش، مثلا کارمند عادی 10 تومن میونه که دکترش 12 تومن. گفتم آره. خب چه فرقی داره؟ نه بابا من به این راضی نیستم، گفتم من به کم راضی نیستم. مشکل چیه الان؟ من مثلا اون موقع میگم من بیزینس خودم داشتم خیلی مسخره میشدم شارو، خیلی مسخره میشدم. مثلا تیکه بهم مینداختن، گفتن که مثلا داری اینو میفروشی، اسکلی، فلانی، درستو بخون، درس کمکت میکنه، درس بیارتت بالا. ما جور نگاهشو میگردم اوکی همین هرچی باش. شما بگی آره شما بابا. درست. ولی باز میگم اون موقع من خنگ بودم یعنی میتونستم بهتر از این عمل کنم ولی خب متاسفانه کسی نبود راهنمایی میکنه. خب ببین هیچ وقت کسی نیست راهنماییت کنه. خودت متاسفانه بالاخره یه روزی باید بفهمی. حالا دیگه یه جرقه ایجاد شه بفهمی کی اون جرقه ایجاد میشه اصلا نمیشه گفت. ببین من الان ممکنه مثلا برم به مثلا 2 سال کوچیکتر از خودم، 3 سال کوچیکتر از خودم، یا اصلا چه میدونم 5 سال، به یه فرد 15 ساله بگم آقا تو چه کاری خوبی؟ مثلا بگه تو ادیت ویدیو. بگم اوکی بیا بعد مدرسه برو کار کن. آقا 12 تعطیل میشی، 3 تعطیل میشی، برو یه جا بشین کار کن آنلاین، یه پیج بزن توی تلگرام، چه هر جا، مثلا هر کاری، هر چی، هر یه جوری بالاخره برو. اگه ادیتت خوبه، تو ادیت اوکی و این کارم دوست داری، برو کار کن. من الان برم به این یارو بگم 2 تا حالت داره که دیگه هم میدونیم، یا پشماش میریزه میگه دمت گرم که گفتی، میره انجام میده موفق میشه، یا مسخره میکنه یعنی چی من الان به مامانم بگم فلان. آقا اصلا لازم بگی به پدر مادرت؟ چه لازمه بگی؟ آقا مخفیانه گوشی دیگه ماشاءالله الان همه 15 ساله گوشی دارن. همین. آقا با همون گوشی برو یه کار را بنداز.
ممکنه تاثیر بذاره، ممکنه طرف بیدار شه، ممکنه هم بیدار نشه. میگم ببین، به قول خودت خیلی خواستن نشون بدن به ما که ما تو ماتریکسیم، خیلی خواستن بیدارمون کنن که اون جرقه رو ایجاد کنن. یا ما خنگ بودیم نفهمیدیم، یا خواب بودیم نفهمیدیم، نفهمیدیم دیگه بالاخره یه جوری. آره دیگه. ببین هنوزم دیر نیست. آره نباید تو قصه گذشته رو بخوری. نه، گور بابای گذشته آره اصلا. بابا هنوزم دیر نی. نه اصلا هیچ وقت دیر نیست. بابا یارو تو 70 سالگی تازه به آرزوش میرسه، عشقش هم همون دیگه. میکنه، اصلا ربطی نداره. آره. میگم خلاصه به حرف کسی گوش ندید آقا. گور بابای حرف دیگران. اونا اگه خودشون بلد بودن زندگی خودشونو میبردن بالا. آفرین آفرین. یه چیزی هم اینجا من الان یادم افتاد اینو گفتی. توی دانشگاه بودیم، سریع بگم اینو بریم. دانشگاه بودیم، بعد استاده برگشت گفتش که آقا چرا درس داشت از اون میپرسید، آقا چرا درس نمیخونید، چرا انقدر ریدید فلان فلان، داشت قور میزد سرمون. یکی همون ته کلاس برگشت گفت استاد ماشینت چیه؟ جدی یا همینجوری؟ گفت استاد ماشین خودت چیه؟ گفت من یه کویک فلان 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 دارم. گفتش خب استاد تو ته 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 تهش به من یاد بدی چجوری کویک بخرم. تو چجوری میخوای به من یاد بدی لامبورگینی سوار شم؟ استاد موند، هیچی نگفت تا آخر کلاس، یک کلمه هیچی نگفت. برگشت گفت خب بریم سر درسمون. هیچی دیگه صحبت نکرد راجع به اینکه چرا درس نمیخواد. ببین قانع نشد، فقط نمیخواست ادامه بده دیگه و حرف حق داشت میزد. خب ببین اصلا این واقعیتیه. برای همین میگن که آقا یه سری جاها نباید به حرف پدر مادرت گوش کنی، نباید به مادرت بگی چشم، نباید به پدرت بگی چشم، چون ممکنه اینم که بگم ها. جانم. حالا بیونی کلمه اینم اصلاح کنم حرفتو. نباید بی احترامی ها. نه بی احترامی، نه اصلا. بعد برداشت نکنید نه ها. بعد با برداشت منطق. خیلی محترمانه درست حسابی. ببین آره. پدر مادری که میگه من میدونم که چی برای تو خوبه چی برای تو بده، داره دروغ میگه. واقعیت رو بهت بگم داره. ببین یه چیز خیلی دارکی هست این وسط، من باید بگم متاسفانه یه سریا متاسفانه بچه دار میشن به دلیل اینکه یه زندگی رو واسه بچهشون فراهم کنن و اوکی کنن زوری، که خودشون تو زندگی خودشون قبل از اینکه بچه دار بشن، قبل اینکه ازدواج کنن، نتونستن اون زندگی رو داشته باشن. به عنوان مثال یه پدر نتونسته تو زندگی خودش پزشک بشه، بچه دار میشه، میگه خب حالا بچه‌مو پزشک کنم، زوری بچه رو میفرسته پزشک میشه. این واقعیت هست و من دارم میبینم تو اطرافیانم که همچین اتفاقی میفته و طرف اصلا هیچ علاقه‌ای به پزشکی نداره. پس ببین منظورم اینه، نه اینکه مثلا بابات میگه 9 شب بیا خونه تو بگی نه من بهتر از تو میدونم من 10 میام خونه. نه ببین این چیزای پیش پا افتاده و مسخره بازی، نه، یه چیز جدی، یه چیزی که داره تأثیر منفی روی آینده و روی شخصیت شما، روی اون چیزی که هستید میذاره. اونو باید بری پیدا کنی، ببینی که ممکنه که آقا یه کسی که میگه من خیر تو میخوام اشتباه کنه، باهاش صحبت کنید. حواستون باشه. درسته که آره حواستون باشه. آقا فکر کنید که عرضم به حضورتون که یه عده ازتون دارن فیلم میگیرن، یه مستند برای موفقیت. خب شما فکر کنید که اینا هر روز دوربین دستشون گرفتن دارن ازتون فیلم میگیرن برای مردم نشون بدن که این چجوری موفق شده. خب دیدتون رو اینجوری کنید، هر روز تلاشتون رو بکنید و به اون موفقیت که میخواید برسید. میگم خلاصه فکر کنید یکی داره نگاهتون میکنه، آقا یکی داره نگاهتون میکنه که شما چجوری دارید موفق میشید. خب این حواستون باشه، تلاشتون رو بکنید. به قول و این خودمون کاراکتر اصلی فیلم خودت باش. آفرین، و این باعث میشه آجی همون خود به خود از ماتریکس خارج بشی و به اون چیزی که میخوای توی زندگیت میرسی. شک نکن، یعنی شما رو هر کاری که تمرکز کنید اصلا این اندروتیت میگه.
شما رو هر کاری که تمرکز کنید کل حواستون رو اون کار بذارید شکست نمیخورید، بهتون قول میدم. آره دنیا میبخشه. آره دنیا داره. ببین دنیا، حالا اصلا کار به دین و خدا و اینا ندارم، دنیا زندگی که داری زندگی میکنی توش خیلی بخشنده است. بخشنده یعنی اینکه دست و دل بازه. اگه تو واقعا 100%. به قول محسن تلاش کنی، فکر کنی راجبش، اطلاعات راجب اون موفقیتی که میخوای بهش برسی کسب کنی، در موردش مطالعه کنی، اه، یه سری جاها نبگی، یه سری جاها نگی، میدونی، به خودت سختی بدی، سختی بذاری جلوی پات، 100% بده موفق میشی. یه ذره صبور اگه همه این کارا رو داری انجام میدی و هنوز موفق نشدی، صبر کن. آروم 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 میری جلو، 100% مطمئن باش که موفق میشی. آره ببین طبیعتا تو که مثلا تو فاز اول حالا اون حرکتت که طبیعتا موفق نمیشی. خب 100%. هر چیزی و هر کاری یه صبری داره باید بهش زمان بدی دیگه. آره دیگه دقیقا به مرور دقیقا خودشونشونه. آره یاد یه جمله افتادم. دقیقا هم اندرو تیت میگه آقا تو روز اول میری باشگاه، خب خودتو تو آینه میبینی، تغییر حس میکنی؟ نه. روز دوم میای میری باشگاه، خودتو تو آینه میبینی، تغییر حس میکنی؟ نه. روز سوم میای میری تو آینه خودتو نگاه میکنی، تغییر باز میبینی؟ نه نمیبینی. نه هیچ تغییری نمیبینی. یه ذره اینجا مثلا درد میکنه، ظاهری تغییر میبینی؟ نه هیچ. 3 ماه میگذره، میری نگاه میکنی، عوض شدی، خط اینجا مثلا پکات در اومده و فلان اینا. چرا بعد 3 ماه میبینی که مثلا بدنت خوب شده؟ چون هی ادامه دادی اون کارو، هی اون کارو تکرار کردی، تمرین کردی، راجبش اطلاعات کسب کردی و اون کارو به بهترین شکل ممکن انجام دادی. برای همین بعد 3 ماه تغییر رو حس میکنی. درست میگم؟ 100%. بازم بعد 3 ماه ممکنه به نتیجه‌ای که دلت میخواد نرسی ها، ولی بالاخره حس میکنی که یه سری چیزا داره تغییر میکنه توی تو و این خیلی مهمه. صبر داشته باشی. آره اینقدر شاش نداشته باشی. والا بسیار دیگه زیبا. فکر نکنم دیگه صحبتی باشه واقعا دیگه دیگه. صحبتی نیست به نظرم. این که از ماتریکس خارج شید و میتونیم یه اپیزود دیگه بگیریم چجوری خارج شیم، چون خیلی مفصل بحثش، خیلی مفصله. آره دیگه میگم بیشتر سعی کردیم تو این ویدیو بفهمیم آقا چیه، با مثال آره بگیم. ماتریکس چیه. فکر نکنیم مثلا ما توی دنیای مجازی گیر کردیم ما به یه سری بفهمونیم، یه سری نمیفهم، متوجه نمیشن و خب اون دست خودشون نیست دیگه، بالاخره آره باید دیگه بعد کمک. یکی باشه کمک کنه. ما برای مثال میکشیم زیر ابوالفضل. بعد بخت ابوالفضل. آره دیگه فکر نکنم چیز من دیگه که دیگه باشه. صحبتی ندارم، تو که منم چیزی دیگه واقعا چیزی نمونده. مفصل بود، حس میکنم خودم قشنگ همه چی رو آره سعی کردیم پوشش بدیم. اگه جایی کم و کسری بود دیگه ببخشید. داریم پیش میریم دیگه. این همه چی قطعا یه روزی خیلی معروف خواهد شد، خیلی پیشرفت میکنه. من 100%. واقعا امید دارم که پیشرفت خفنی میکنه. همین دیگه، دمتون گرم واقعا. مرسی که هستید. همین 25 30 نفر 40 نفری که ویدیو رو میبینید واقعا دمتون گرم. امیدواریم که بتونیم یه کمکی کرده باشیم، یه جرقه‌ای زده باشیم و بیدارتون کرده باشیم دیگه. به هر حال صدای شما باشیم دیگه، حالا و هر موضوعی. صحبت چیزی داری محسن؟ صحبت من قبلش هم بهت گفتم بذار تو ویدیو هم بگم آقا، ما کلا اصلا داستان همه چی اینجوریه که سناریو بندی نداره اصلا حرفامون یا پادکستامون. خب فعل بدایه هر چی بیاد توی ذهنمون میگیم، خب به اضافه تجربیات و حالا خاطراتی که داشتیم. آره میگم بیشتر حرفایی که میزنیم حرفای ذهن و دلمونه. خب میگم هیچ چیزی داستان نویسی سناریو نویسی انجام نشده. خب همه چی اصلا میگم ما یه موضوعی رو با شارخ صحبت میکنیم توی وسط گیم یا دیسکورد، آقا خب فردا پاشیم زمانش بریم همه چی رو بگیریم. آفرین، دقیقا اینجوری آره دقیقا. راسته میگم ما کلا
اهل نقش بازی کردن و این بولشتا نیستیم. ببخشید گوشیم داره زنگ میخوره. آره خلاصه میگم ما همه حرفامون دلیه، نه سناریو بندیه نه داستان نویسی و این بولشتایی که هست. نقش هم بازی نمیکنیم، خود آقا بمونیم. این کف دست رو میبینید همین جوری عین دقیقا همین کف دست میایم روی ویدیو صحبت میکنیم. یعنی ببین نه تخصصی داریم الان که ما داریم راجع به ماتریکس مثلا حرف میزنیم، نه مثلا بهت بگم خیلی دیگه آدمای خفنی هستیم، نه چیزی که میدونیم و چیزی که حس میکنیم باید دیگرانم بدونن میایم. تجربه کردیم و میگیم. آفرین، میایم رو همه چی راجبش صحبت میکنیم. یه سری رو بیدار میکنه، یه سری رو بیدار نمیکنه، یه سری آلردی میدونن، یه سری نمیدونن، میان میبینن متوجه میشن. یعنی قرار نیستش که حتما ما مثلا متخصص یه کاری باشیم یا مثلا چه میدونم فیلسوفی چیزی نه باشیم. یه انسان عادیم داریم راجع به مسائل عادی زندگی صحبت میکنیم. دمتون گرم. آقا خیلی عشقید، لایک و کامنت و ساب یادتون نره، حمایت کنید، به اشتراک بذارید و اتره کنید دیگه. ما همینجوری پیش میریم با 1000 تایی چنل همه چی. یه روزی خواهد آمد 100%. صد من میبینیمتون اول دیگه. قربانی میکنم. آره احوالو ببین میگن که تو هر کاری باید قربانی باشه دیگه، تا اول قربانی نکنی موفق نمیشی. زنگ بزن انشالله بهش. ویدیوشو میگیریم براتون میذاریم. آقا دمتون گرم، مرسی که تماشا کردید. این اپیزودو راجع به این بود که ماتریس چیه و حالا ما چجوری متوجه شدیم. خیلی عشقید، عاشقتونیم. صحبتی نداری؟ دمتون گرم. نه دمتون گرم. عشق منید فعلا. خدا بسم نگهدار. الله تو. خدا حافظ.